اگه یه روزی یه آیفون هدیه گرفتی یا به صورت اینترنتی تهیه کردی، ندونستی چجوری باید گوشی رو اکتیوش بکنی، اصلا نگران نباش، چون یه سری از همکارامون هم هنوز نمیدونن ما براشون اکتیو بکنیم. خیلی راحته. ببین، اولین چیزی که برات توی تصویر میاره بالا یه هلوه که با زبان‌های مختلفه. به سمت بالا میاری، انگلیس رو انتخاب میکنی، اینجا کشورهای مختلف داره، ایران رو انتخاب بکنی خیلی بهتره چون خودش کیبورد فارسی رو ساپورت میکنه. اینجا دکمه کانتینیو رو باید بزنی. اینجا ازت میخواد اگه آیفون قدیمی داری دوست داشته باشی انتقال اطلاعات بدی، انتقالات رو از این طریق انجام بدی که پیشنهاد میکنم اگر میخوای این کارو انجام بدی ببر پیش یه متخصص این کار، چون ممکنه یه جا اشتباه بزنی دیگه هیچ. اینو میزنی، اینجا دوباره ادامه. اینجا ازت میخواد وصلش بکنی بدون اینترنت که دستگاه رو اکتیو بکنی. بعد از اینکه به اینترنت وصلش کردی به این راحتی میاد توی مرحله اکتیو. این که میگیم یه دستگاه اکتیو یعنی این مرحله رو گذرونده. دستگاه اکتیو این شکلیه. دستگاه نات اکتیو این مرحله رو نرسیده بشه، یعنی در اصل دستگاه پلو بوده و تا حالا روشن نشده، اما این اکتیو رو اجازه میدی که بگذره. اینجا از شما دیتا پرایوسی رو میخواد، اینجا دوباره کانتینیو رو بزن. اینجا اگر سنت بالای 18 که اینو بزن، اگر برای بچه دارید تهیه میکنید اینجا سنا رو نوشته. حالا فرقش چیه؟ فرقش رو بعداً میگم، مهم نیست. روی بالای 18 میزنی. فیس آیوت اگر بخوای ست بکنی اینجا میتونی ست بکنی ولی نیازی نیست. ست آپ لدر رو بزن. اینجا پسکد آپشنه، روی قسمت آپشن میزنی، اینجا دونت یوز پسکد رو میزنی که مرحله رد بشه. خیلی‌ها اینجا گیر میکنن. اینجا دونت ترانسفر انیثینگ رو بزن. اگر اندروید داری فرام اندروید میشه که اونم بعداً توی محتوای دیگه آموزشش میدیم. اینجا میخواد اپل آیدی بزنی، اپل آیدی نداری، نساختی، نمیدونی، اینو دیگه باید واقعا ببری موبایلی. اما forget password or don't have an account رو بزن. set up lettering settings don't use. به همین راحتی. ادامه مسنجر فیس تایم، بله ادامه. لوکیشن سرویس بزن لدر. اسکرین تایم لدر. آیفون آنالیتیکس، این اگر بچه‌ها فعال بشه مصرف باتری دستگاهتون یه مقدار بیشتر میشه. کاراییش چیه؟ کاراییش اینه که دستگاه رو آنالیز میکنه برای کمپانی اپل میفرسته. دونت شیر رو بزن. اینجا ازت میخواد سفر رو مشخص بکنی، من میذارمش روی اتوماتیک، خیلی بهتره. مصرف باتری میاره پایین‌تر. اپل اینتلیجنس برای دستگاه سری زد ای. لدر رو بزن، نمیخوایش. کامرا کنترل هم نمیخوای. نات نو. تمام. بچه‌ها دستگاه اومد بالا به همین راحتی. حالا فیس تایم و این داستاناتو بخوای ست بکنی دیگه داخل تنظیمات که وارد بشی به این صورت اپل اینتلیجنس هست، فیس تایم و پسکدت هست به همین راحتی. این پست واسه دوستاتون که آیفون دارن و حتی همکاران عزیز، واسه اون همکاراتون که وقتتون رو میگیرن و میگن دستگاه رو برامون اکتیو بکنید ارسال بکنید به همین راحتی. خیلی مخلصیم.